شيء عظيم. صلى الله عليه وسلم حديث جندب ابن عبد الله تمين أصلي نمش جندب ابن سفيان ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه شو يقول عليه الصلاة والسلام يقول كي يقول كي ألا إني أنهاكم يعني إنه كان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. يعني ما شو هو نهي مكلام قبر هو مسجد بتبديل نتيجة. قبر هو چیبه مسجد به تبدیل نتیید. یعنی قبراتون مسجد به ندارولتون مسجد های بالای قبر به نتولتون. و حدیث عایشه در رسول صلی الله علیه و سلم لعنت میکنند. لعنت الله علی اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اتخذوا قبور انبیائهم لعنت یهود نصرانیایی که مسجداشون که چوکا کردن یعنی قبراشون دون مسجد ساختن یعنی. و ای های چی نامه علیه الصلاة و السلام حدیث ام سلمة عزیز آشنده گفت که اولئک شرار الخلق. اولئک شرار الخلق. همین هایی که قبر های دون مسجد می‌سازند و ای های بدترین آدم ها نامه علیه الصلاة و السلام. مسجد نبوی اما قبر رسول صلی الله علیه وسلم که اویا مثلا قبر داخل مسجد به اینجا مثلا چه یکمش بگیم که یعنی ما به قول های رسول صلی الله علیه وسلم کفایگی دارد. یعنی مثل حدیث جندب چی میگه یعنی سمعت رسول صلی الله علیه وسلم قبل ان یموت بخمس. رسول صلی الله علیه وسلم پیش از وفاتش 5 روز پیش شنیدم. یعنی این چیز هیچ خیلی نسخ نمیداره. یعنی آخری قولش پیش از وفاتش. و حدیث عایشه کدوم حالت اند بیتم که پاک گفتند حالت مرگنده بود. لما نزل برسول الله صلی الله علیه و یعنی موت حالت مرگنده از دردی چه بالاش میپوشد بالاش میکشاید. همین حالتند که لعنت کرده است همین هایی که مسجد قبرهای مسجد به میدارند. این برای ما چی است؟ نص صریح یگان چیز به محتاج نه. اما قبر رسول صلی الله علیه و سلم قبر رسول صلی الله علیه و سلم صحابه ها مسجد به دفن کردن. کجا به دفن کردن؟ حجره شریفش به خانه اش به خانه رسول صلی الله علیه و سلم از مسجد جدا بود. خانه رسول صلی الله علیه و سلم که همراه زوجه هاش زندگی میکند و مسجد بیننده کوچه های مسجد است. خانه الهی خانه سونی مثل همین خیلی کوچه هست سونی مسجد میبیاد. دون خانهش به چی کردن یعنی دفن کردن. هم با عایشه چی میگفت لولا ذلك لا ابرز قبره. اگر همین حدیث نمی بود قبر رسول صلی الله علیه و سلم چی می بود یعنی غیر انه خشیه ان تتخذ مسجد. یعنی اگر همین چیز نمی بود قبر رسول صلی الله علیه و سلم میونه مردم به چی بیان میشد. لیکن رسول صلی الله علیه و سلم ترسید که قبرش مردم مسجد نگیرد گفته برای همین چیکار کردن رسول صلی الله علیه و سلم دور خانه به دفن کردن. فهمیدید؟ برای همین دو مسجد به دفن کردگیشون نه که جا به خانه به همین خیلی چی 10 سال میگذرد یعنی یعنی وقتی ابو بکر اند برای همین وقتی که عمر مسجد وسیع میکند با طرف برستگیش نه طرفی که جا کرد از طرفی جنوب غرب شرق اند که خانه رسول شرق برستگیش نه. و اینچنین عثمان رضی الله تعالی عنه مسجد وسیع کرد خود در میخیل جنوب و غرب شرق برستگیش نه. انا میخیل عهد صحابه ها گذشته تمام شد. قریب سالهای 90 اومدگینده وقتی ولید ابن عبدالملک ابن مروان این آدم یعنی این آدم چه صحابه هم نه عالم هم نه که از پاش شاه بود. این چیه همین بیناسازی یعنی معماری میگیم که نه آرکیتکتور هم خیلی چیزای دوست می‌داشت یعنی مسجد پوسی هم خیلی چیزای یعنی سونی همین یادش به مسجد رسول صلی الله علیه و آله گفت که کلام کرد گفت مسجد توی جنه گفت طرف شرق هم در آورد. تمام علماهایی که مدینه ده خلاص صحابه ها نبودن لیکن علما میدونستن گفتن که درست نگفتم لیکن که وجه پوشو امر پوشو کی قانون نمیتاد یعنی سونه منند علما ها اومده همین اندام چیکار کردن مثل عروه بن زبیر نزد عمر بن عبدالعزیز اومده گفت که اگر همین کارو کردنی باشه گفت چیکار کن گفت یعنی نگره چی خیل کردن خانه رسول صلی الله علیه و سلم به دیوالهای خودش مسجد به دیوالهای خودش کردن. سر بین دیوال مسجد و دیوال خانه دیوال چی ساختن یعنی مثلث سه کنجه ساختن که مثل کعبه بین نشود گفته یعنی قبر بچی به 3 دیوال بدون به یک نه به 3 دیوال جدا کرد. فهمیدید؟ برای همین قبر چیت از مسجد تماما جدا یعنی
qabr az masjid tamoman chi judo ya'ni. Fahmdin? Ha? Yakın sobanda hemen çortta dar boşat. Yakınmış holi hemen kuğuşa isobmeşi da. Mesela mi khir bidegi. Naam, ham khir bidegi yani. برای من خانه دون مسجد نبیده. قبرم چه دون خانه ده. این چیز ممکن. مثلا شما مثلا چی باید؟ خودت مثلا نه مثل هم کاغذ چید ما با. همین مثلا چی باید؟ همین زمینی شما همش زمینی شما نمیشه. ها؟ همش چی زمینی شما نمیشه. مثلا اینجا خانه شما های. این طرف خانه تونه. یک کس میبیاد میگوید که چی میگوید یعنی؟ ما میگوید همین زمینت خریدنیه. پیش خانه تا خریده گرفت. دیگرش اومده گفت که من این طرفه میخرم. اینش اومده من این طرفه میخرم گفت. ها؟ یعنی این زمین ها چه شد یعنی؟ تمام 4 طرفات مثلا چه آدم‌ها زمینه تا خریده گرفتن. لیکن این خانه کی؟ خانه شما میشه. همین خانه نه. خانه حکم خودش هم میمونه. خانه از زمین ها چه جدا؟ فهمیدید؟ انا میگه خانه رسول صلی الله علیه و سلم هم از چه؟ از مسجد yani masjid yani masjid az چی گفتم یعنی از خانه جدا نمیخیلش دیگه برای همین از خانه قبل از مسجد جدا هم با این چیز به دلالت میکنه یه چیز همین که برای که حدیث صحیح از رسول صلی الله علیه و آله و سلم اومدگی از رسول صلی الله علیه و آله و سلم اومدگی مثلا چیز میگوید که اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد من دون الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یعنی اله میگوید قبر من وثن به تبدیل نته که مثلا چه غیر الله تعالی عبادت کرده شود. هم ابن القیم چی میگوید که این دعای رسول صلی الله علیه و سلم بود. دعای چی بود یعنی دعای رسول صلی الله علیه و سلم بود. و دعای انبیاء چی گفتیم؟ مستجاب. برای هم میگوید دعای رسولش، خلیلش، حبیبش رب العالمین اجابه کرده قبرش از چی؟ از این چیزها نگاه داشت. از آدم ها به 3 دیوال قبرش چی کرد؟ احاطه کرده نجات داد از شرک. یعنی نجات بینید مثل قبر علی یعنی زعم میکنن که قبر علی بن ابی طالب مثل گونه کوفنده هم میگن که نامش چیه؟ قبر علی بن طالب چی شریف میگن ویا اشرف نجف النجف النجف شریف میگن یعنی نجف یعنی یکی از چیه که شهرهای کوفه یعنی گویا که همینجا ده یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی جای قبرش تعیین هیچ کس نمیدونه. برای همین یعنی حسن و حسین مصلحت کرده گفتن که امیر المؤمنین چه شبانه نوتایننده خدا مو برده دفع که برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ خوارج برای که خوارج امیر المؤمنین بعد میدید یعنی تو ترسیدن که قبر گفته بویگون مرده مثلا چی نه که گوزار نتیاد گفته از همین ترسیده جای نه هیچ کس نمیدونه که برده دفع کرانه هیچ کس نمیدونه چی این قبر پرستو این وثنی و بت پرستو شیوا چیکار کنه که جای افتاندو گفتن که انا اینجا چی گفتن یعنی 4 طرف توپ خورن گفتن که انا این طرف چی گفتن قبر علی خلاص بالای وای قبر اومده چی ساخته نکن از سپیشال وای چیزا اوبرن از ایران ساخته چی دارن یعنی ایران وای از تیلا میاد چی ساخته مثل موزلی بای ساخته واره مونده اینجا بازار یعنی هم خیلی پرستش میکنن وای علی میدونه تو نماتون یا کربلا قبر حسین ببینید چی بلاها نمیکنن اینجا با لیکن قبر رسول صلی الله علیه و آله میبینیم که نفقات که نزدیکی کردن نمیتواند هم خیلی یعنی نزدیکی کردن نمیتواند این چیه این مصداق قول رسول صلی الله علیه و آله که قبر من جای بت پرستی نکن. برای همین الحمدلله میبینیم که یک کس اومده نزد قبران طواف هم کردن نمیتواند نزد قبر اومده قرآن هم خوندن نمیتواند نزد قبر اومده قربانی هم کردن نمیتواند نظر هم کردن نمیتواند راست ایستاده مثلا مدد و طلب هم کردن نمیتواند. الله تعالی از اینها همش چه
قبر خلیلش از این چیزا همش نجات داد علیه الصلاة و السلام. برای همین قبر رسول صلی الله علیه و سلم مسجدنده نه، از مسجد جدا قبر رسول صلی الله علیه و سلم از مسجد جدا. برای هم بینید طرف شرقی طرف غربی بینید وسیع شده برفتگی، طرف شرقی چی اومده گنه جوشان استوده است، وسیع نمیکنه.